سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، دلتون شاد باشه، لباتون خندون باشه. صرفا اومدم یه توضیح بدم در مورد این ویدیو که جلوتر میبینینش. تمرینات تاکتیکی 50 سال تو خونه که این تمرینات رو به نظر من با توپای کوچیک‌تر انجام بدیم. خانواده رو میشناسیم، مادرمون رو که هممون میشناسیم، تا دست به توپ میزنیم متاسفانه اتفاقای بدی میفته. این که با توپای کوچیک‌تر انجام بدین و تمرینات سعی کنین مو به مو انجام بدین و این تمرینات وقتی انجام بدین که حدوداً یکی دو هفته تفرقه میخوره بین بازی کردنتون تو باشگاه. یا وقتی که میخوایم بیاین تو خونه تمرین کنین، تو باشگاه رفتی میبینی پنجه ضعیفه، میای تو خونه تمرین میکنی. این تمرینات رو انجام بدین. خوبه، من خودم هم اینجوری یاد گرفتم پنجه رو تو خونه. تو باشگاه البته یاد گرفتم، تو خونه اومدیم انگار تقویتش کردیم. هر چقدر ریاضی رو تو مدرسه یاد میگیرین، تو خونه بیان تمرین کنین بیشتر یاد میگیرین. دقیقاً هم اینجوریه. مرسی، ممنون که تا آخر ویدیو نگاه میکنین.